تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی در آخر دوران شوروی با فعالیت‌های اکستریمیستی و تروریستی خود آغاز نموده است. اولین سازمان‌های ابتدایی این تشکیلات تروریستی در حدود سابق ولایت قرغان‌تپه پنهانی تأسیس یافته برای جای نمودن فناتیسم دینی در مفکوره مردم فعالیت می‌کردند. روحانیان متعصب همان سالها برای افرادکنانی جامعه اهمیت مخصوص داده پنهانی در محله‌ها مدرسه و مسجدهای غیر رسمی گشاده با تعلیم و تربیت دینداران از آن جمله نورسان و جوانان مشغول شدند و بین آنها ادبیات دینی محتوایش تندگرایانه را پهن می‌نمودند. سرکردگان نهضتی رستمов محمدجان، معمول با تخلص قاری محمدجان، رحمت الله علامه، عبدالولی واسیدов و بعداً سعید عبدالله نوری و محمد شریف همتزاده بودند. این تشکیلات تروریستی بنیاد دولت تئوکراتی را اولین وظیفه استراتژی خود معین نموده برای هماهنگسازی فعالیت گروه‌های مسلح مخالفین تابستان سال 1992 در شهر دوشنبه با نام نجات وطن ستاد حربی مسلح تشکیل کرد. ستاد حربی پورا از ختم کردگان تعلیمگاه‌های دینی کشورهای اسلامی منطقه، طرفداران تشکیلات‌های دینی اکستریمیستی، اعضایان گروه‌های متشکل جنایتی، قماندان‌های صحرایی و جنگیان تشکیلات تروریستی حزب نهضت اسلامی عبارت بود.